ما میخواهیم جامعه را تغییر بدیم و تغییر و تحول جامعه با زور آغاز نمیشه، با ساختن انسان ها آغاز میشه. تغییرات بزرگ اجتماعی با نوک شمشیر و میل تفنگ نمی آید، با ساختن انسان می آید. و ما تلاش میکنیم اول خود بسازیم و بعد دیگرها را بسازیم و این کار به مراتب بنیادی تر است ایست که ما برم شمشیر بگیرم 2 نفر را بزنم نفر سیمی مرا بزنم. زمانی که صحابگونه اسکر نداشته باشم مبارزه ما به ضرر دین الله تمام میشه و شریعت بدنام میکنم و مسلمان ظلم میکنم و ما بجای از اینکه از مسلمان دفاع بکنم خودم ظالم میشم.